نصيحة. وقتی که اسیران قریشی آزاد شدند و به مکه برگشتند، آنها با حیرت و تعجب درباره مدینه صحبت می‌کردند. بله، آنها هنوز تلخی شکست را در خاطر داشتند، اما همزمان آنها مجبور شدند اعتراف کنند که در مدینه طرز زندگی و اداره شهر کاملا فرق می‌کند. آنها بار اول یک نظام عدالتمند را دیدند که تماما از بی‌سر و سامانی مکه فرق می‌کرد. در نتیجه بسیاری از قریشیان پس از این تجربه دیگرگونی‌های جدی در تفکر خود احساس کردند و این یکی از عامل‌های شد که بعداً به فتح مکه و قبول اسلام از جانب قریشیان زمینه گذاشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند به اسیران زندگی واقعی اسلامی را نشان دهند، زندگی که پر از انسان دوستی و عدالت است. در نتیجه بسیاری از اسیران، خصوصا آنهایی که سروران قریش نبودند، پس از بازگشت به مکه بالفاصله به پهن کردن آنچه که در مدینه دیده بودند آغاز کردند. آنها به مردم میگفتند که چگونه عدالت در مدینه حکمران است، چگونه محمد صلی الله علیه و سلم یک نظام با ارزش و استوار برپا کرده است، چطور آن کس با همه صحابگانشان برابر مناسبت میکنند، حتی با آنهایی که مقام پست دارند دقت میدهند. این سخنها محض به آن قشر اهالی مکه تاثیر رساند که در جامعه قریشیان مقام پایین داشتند.